تفاوت دستور ریورت و ریست رو باید کاملا درک کنیم. دستور ریورت وقتی یک کامیتی رو بهش میدیم، تغییرات مربوط به اون کامیت رو از کانتنت فایل ها حذف میکنه، محتوای جدید رو به عنوان یک کامیت جدید ذخیره میکنه. اما دستور ریست کامیت رو کلا حذف میکنه. در واقع ما یک کامیتی بهش میدیم، اون کامیت های بعد از اون رو میاد همشون رو حذف میکنه و محتوای فایل ها رو برمیگردونه حالتی که توی اون کامیتی که بهش دادیم بودن. دستور ریورت هیستوری رو پاک نمیکنه، فقط یک کامیت جدید ایجاد میکنه. مشکل خاصی برای ریپازیتوری ما ایجاد نخواهد. اما دستور گیت ریست هیستوری رو حذف میکنه. حذف کردن هیستوری زمانی که ما داریم از یک ریپازیتوری آنلاین استفاده میکنیم و این ریپازیتوری شیر شده بین چندین نفر، میتونه مشکلاتی رو ایجاد کنه.